دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیو آموزشی دیگه. دوستان قراره که تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری میتونید فونت دلخواهتون رو به نرم افزار اینشات اضافه بکنید و ازش برای ساخت کاور و ادیت ویدیوهاتون استفاده کنید. پس ممنون میشم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشین و برای اینکه از منم حمایت کنین فقط کافیه که لایک پایین ویدیو رو بکوبین که به رنگ آبی در بیاد. کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب بکنید که یکی از مشترکین کانال ما بشین و زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدین. هر وقت که ویدیو بذارم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و تشریف بیارین که ویدیو رو ببینید. خب دیگه زیاد وقت تلف نشه، بزن بریم که آموزشمون رو شروع بکنیم. Let's go. دوستان عزیز، برای اول کار میایم روی گزینه متن میزنیم و هر چیزی که دوست داشته باشین رو اینجا مینویسیم. خب من الان اینجا میخوام یه فونتی که از اینترنت دانلود کردم و برای تکستم اعمال بکنم. میام روی آیکون مداد اینجا ضربه میزنم و ویرایش رو انتخاب میکنم. از اینجا حروف ای بزرگ و ای کوچیک هست که روش ضربه میزنیم و از سمت چپ روی آیکون دومی ضربه میزنیم. خب اینجا فونت هایی که از قبل دانلود کرده باشین رو به شما نمایش میده. این ترافیک. بله، علامه اینه که فونت من روی تکستم به راحتی اعمال شد. بعد میایم تیک سمت چپ اینجا رو میزنم که ثبتش بکنم. به همین سادگی. دوستان عزیز، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت برام بنویسین. لایک پایین ویدیو رو بکوبین و چنلمون رو سابسکرایب بکنین و زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدین که هر وقت ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و تشریف بیارین که ویدیو رو ببینید. خب دیگه تا ویدیو و آموزشات دیگر، بدرود.